هشدار برای مردم این جهان و رهبران این جهان. روح خداوند، روح مسیح، روح قدوس در من ساکن است. ای رهبران این جهان، بنین زنجیر ظلم را پاره کنید، یوغ ستم را بشکنید، از این دجالها، ملها و حامیانشون نجات بدید. شما کشورهای خودتون را با بلا را، مصیبت را از قدوس میاری به کشورهای خودتون. خون را دیدی، چشمای کورا رو میبینی، اما داری شعار میدی که من محکوم کردم. عین دیکتاتوریا نشستید همدیگه رو محکوم میکنید، همدیگه رو تایید میکنید. به داد مظلومان برسید. آن قدوس به شما کشوراتون رحم نخواهد کرد. خون را دیدی، انسانهای بیگناه کشته میشن در ایران. من هشدار دهنده، فردا گردن من نوشته نشود. آمین.